بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. همه شما در این مدتی یک چند ماه شاهد هستید که بین ما طالب علمان اهل سنت و بین جهمی ها بحث و مناقشه درباره یا در بالای یک چند مسائل رفته ایستاده است و این مسائل ها برای شما باید معروف باشد که ما در بالای چی بحث کرده ایستادیم. مسئله اول این است که حاکم هایی که به حکم غیر الله حکم میکنند آیا کافرند یا مسلمان؟ ما میگوییم که حاکم هایی که 100% به غیر حکم الله حکم میکنند، حلال الله را حرام و حرام الله را حلال میکنند و در شریعت آمده چیزهای آشکار و واضح را در بین مسلمان ها زندگی کرده این کار میکنند، اینها کافرند و مرتدند، اینها ولی الامر نیستند و کفر ورزیدن به اینها واجبات دینی است، فرض است، فرض عین است به همه. مدخلی ها میگویند، این جهمی ها میگویند که نه، حاکم هایی که بغیر حکم الله حکم میکند این کاری شریعت الله بکند هم بماند این که این کاری حجاب، این کاری ریش و این کاری و غیره و حلال را حلال و حلال را حرام و حرام را حلال کند، هم این ولی الامر است میگند، یعنی طاغوت پرستند. در این مسئله بحث و مناظره های زیادی کردیم. و مسئله دوم، مسئله العذر بالجهل در شرک اکبر. ما میگوییم هر کسی که به شرک اکبر واقع شد و به کفر اکبر واقع شد، غیر از اکراه دیگر عذری ندارد. جهل عذر نیست، تعویل عذر نیست، خطا کرد عذر نیست. خطایی که به معنای سبقت اللسان باشد، خیلی که در حدیث روایت امام مسلم آمده است که قصد نکرده خطا کرده باشد، قصد همون عمل رو، البته این خطا، این رو خطا حتی گفته نمیشد بلکه این سبقت اللسان است. خطایی که به قصد باشد عذر نیست. مدخلی ها میگویند که این جهمی ها، نه فقط مدخلی ها، در این مسئله که حاکم است، در مسئله حاکم کافر بودن یا نبودنش، دموکرات کفر بودن یا نبودنش، و کسی که دموکرات رو میگه کفر عین گفته میشد یا نمیشود، و در مسئله مشرک رو مسلمان گفتن، مدخلی ها و حزبی ها، اخوانی ها، حزب نهضت تاجیکستان، اردوغان ها و سروری ها، اینها هم از حزب اخوانی ها برآمده، و تحریری ها و صوفی های قبوری، اینها همه در یک منهج هستند. این مدخلی های جهمی هم همه اینها برادرانند، همهشون حاکم رو مسلمان میدونند، حاکمی که مرتد است، مشرک است، دین الله رو تبدیل داده است و این کار میکند. همه این طایفه های ذکر کرده شده یک نمود عقیده دارد، مسلمان میشمارد. مدخلی ها از دیگرها کمی غلو کرده است. مثلا حزبی ها مسلمان میشمارد و ولی الامر نمیگوید، لیکن مدخلی ها ولی الامر میگوید. همین فرق دارد، انا همین فرق دارد. حزبی ها این پادشاهای مسلمان میدونند لیکن ولی الامر نمیدونند. مدخلی ها هم پادشاه مسلمان هم ولی الامر نمیدونند. ما اهل سنت اینها مرتد میدونیم. مسئله دوم، هم حزبی ها، هم صوفی ها، هم اخوانی ها، هم مدخلی ها، این جهمی ها، طاغوت پرست ها، همهشون مشرک رو مسلمان میدونند، عذر میدهند با جهل، با تعویل، با خطا. ما اهل سنت و جماعت مشرک رو مشرک میدونیم. مشرک هیچگاه مسلمان گفته نمیشود و این به اجماع علمای امت است، خیلی که ما در این مسئله ذکر کردیم. و مسئله سومی که بحث کردیم و مناقشه کردیم، مسئله تکفیر معین. اختلاف ما با اینها تکفیر معین است. یعنی ما میگیم که وقتی که ثابت شد که یک انسان شرک اکبر رو کرده است و یا ثابت شد که یک انسان کفر اکبر رو انجام داد و ما همین رو فهمیدیم، احتمال نداریم، یقین داریم که همین آدم کفر اکبر و شرک اکبر رو کرد و بعد از این فهمیدیم که بدون اکراه به اختیار خودش کرد. یعنی مبانی تکفیر رو میبینیم که آیا از جهت اکراه این کفر اکبر و شرک اکبر رو کرد یا که به اختیار خودش کرد. دیدیم که به اختیار خودش کرده است. یعنی مجنون
هست یا نیست. بعد از این میبینیم مجنون نیست، به اختیار خودش کرده است، یعنی همون عمل رو قصد کرده است، دیده و دانسته کرده است. یعنی این آدم ما تکفیر عین میدیم. وقتی که ثابت شد که این به شرک اکبر واقع شد، به کفر اکبر واقع شد، وقتی که فهمیدیم که در حقیقت همون عملی که این واقع شد کفر اکبر و شرک اکبر است، دلیل داریم. بمانند اینکه سجده به غیر الله کرد، بمانند اینکه حکم به غیر الله کرد، خیلی که میبینیم مطلقاً تبدیل حکم الله میکند، بمانند اینکه قانون برآورد، ما این کفر میگیم، تکفیر عین میگیم. یا بمانند اینکه نماز را ترک کرد، تکفیر عین داده میشد و تکفیر عین وجود دارد، اما در نزد مدخلی ها تکفیر عین وجود ندارد. و اختلاف ما اینچنین در مسئله قیام الحجت است. قیام الحجت در نزد مدخلی ها و در نزد صوفی های قبوری و در نزد حزبی ها، این اخوانی ها دیگر چیز است و در نزد اهل سنت و جماعت دیگر چیز است. ما میگیم وقتی که قرآن و سنت به یک جای رسید، به اونجا حجت رسید. اما حجت رسیدن در نزد مدخلی ها، این یک انسان باید رفته هر یک مسئله به دلیل رسوند که البته این باطل است، بلکه قرآن و سنت رسیده باشد حجت رسیده است. وقتی که اینها شرک انجام میتن، به شرک وفات میکنن، خود مخالفن فی النار. انا این بود یک چند مسئله که ما اختلاف داریم. شما باید فهمید و باید فهمید که این مذهب های ذکر شده، مدخلی ها، حزبی ها، سروری ها، اخوانی ها، این صوفی های قبوری، همش گمراه است و کسی در همین گروه جماعت باشد او گمراه است، طاغوت پرست است و حالا اسلام را از شرک جدا نکرده است، حالا ایمان را از کفر جدا نکرده است. حالا اخلاص چیست نمیفهمد. واقعیت این فرقه ها برادران و خواهران موحدم همین است. اگرچه غلاغ الله های زیاد دارند، لیکن واقعیت اینا همین است. مسئله رو طولانی نمیکنیم، باز میگردیم به مسئله علما. بله، همه شما تا امروز میبینید که هر یک فرقه باطل وقتی که یک عقیده باطل خود را بیان میکند، یک بار تکیه به قرآن و سنت میزند. الله سبحانه و تعالی در قرآن هم گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل حزب بما لدیهم فرحون. همه حزب ها، همه جماعت ها با اون چیزی که در نزدشون هست خودشون چی میکنن؟ خرسند هستند، یعنی حق میپندارند. و امروزه همه جماعت هایی که خواه کفرش آشکار و واضح است یا کفرش آشکار و واضح نه، خود را به قرآن و به سنت نسبت میدهند. رافضه ها که شک نیست اینها کافر و مرتد است، انا همین ها خودشون را به قرآن و سنت نسبت میدهند. وقتی که بر رافضه ها صحبت کردید در مسئله تکفیر کردن صحابه و صحابه ها را تکفیر میکنند، رضی الله عنهم، صحابه رضی الله عنهم، و گویا از قرآن و سنت شما به دلیل میبرند. مادرمون عایشه رضی الله عنها را، ام المؤمنین رو دشنام میدهند و طعنه میزنند و از قرآن آیات میبرند. شما باید خوب فهمید که از قرآن آیات آوردن، از سنت صحیح، از صحیح بخاری و مسلم حدیث آوردن معنای این ندارد که این سخن انسان حق است، زیرا که بله آیات به شک نیست، آیات قبول است. حدیثی که در صحیح بخاری مسلم آمد شک نیست که صحیح است، اما فهمی که رافضه از این آیت و از این حدیث فهمید آیا درست است یا نیست، درست نیست. انا اینجا مشکلی این اهل بدعت در فهم است. این چنین صوفی قبوری قبر رو میپرستد، اولیاء پرستی میکند، قبر پیامبر رو میپرستد، از سر قبر پیامبر رفته طلب شفاعت میکند، اسالک شفاعت یا رسول الله افته داد بگیم ندا میکند، یعنی شرک اکبر رو انجام میدهد. وقتی که میگوییم که ما این شرک است و میگه که نه این چیز جایز است، من به تو حدیث عثمان ابن حنیف حدیث نوبینو و ما البته رد زدیم که اولا این حدیث به شما هیچ حجت نیست، این حدیث بر ضد شما است، این به حیات زنده بودن پیامبر دلالت میکند. و دوم قصه که در زمان عثمان ابن عفان میورد، این حدیث موضوع باطل و ضعیف است، هیچ حجتی نیست. یعنی ببینید اینها حدیث رو حجت میورند یا فهمش رو خطا فهمیدن از حدیث و آیت، یا که حدیثی آورده و روایتی آوردهشون باطل است. و عیناً همین عمل رو حزبی ها در مسئله دموکراسی میکنند. حزبی های اخوان المسلمین، حزبی های نهضت، اردوغانی و غیره دموکراسی جایز میگویند و به خودشون دلیل میبرند از سنت، میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم صلح حدیبیه کردند، ما هم صلح میکنیم با کفار و به قانون حق چی میکنیم؟ حکم میکنیم. ببینید صلح حدیبیه مثال آورده است، شما فکر نکنید که مثالش صلح حدیبیه ور تمام است، بلکه این باطل است، این سخنش باطل است، بلکه صلح حدیبیه بر ضد این اخوانی است. اکنون میگویم به سر مسئله
به اساس جو به مدخلی ها، برای اون که صحبت ما در اساس مدخلی است. جهمی های این عصر، این غلو کرده ها، این هایی که مسلمان های به زیر کفر میبرند، این هایی که مسلمان ها را میونشون میشکنند، این هایی که طاغوت پرستی رو در بین مردم تعلیم میدهند و مردم را طاغوت پرست میکنند، این هایی که همه خدمتشون دفاع مشرکین و دفاع طاغوت مرتدین است و همه روز حیاتشون این تکفیر کردن اهل توحید است. انا منو مدخلی است. انا من مدخلی ها امروز مشرک رو مسلمان میگن، حاکم های طاغوتی که به حکم غیر الله حکم میکند و خودش قانون برآورده است و تشریع به شرک تشریع واقع شده است، به شرک تحکم واقع شده است، به شرک اطاعت واقع شده است، به شرک حکم واقع شده است، به شرک بگویم یا به کفر انکار واقع شده است، به شرک حلال و حرام واقع شده است، به یک چند شرک نواقض الاسلام. این مدخلی های طاغوت پرست میگن که نه، اینو مسلمان است، مشرک مسلمان است، این حاکم مسلمان ولی الامر است و تکفیر عین نیست. و کسی که مشرک رو مشرک بگوید این خوارج است و این سگ جهنمی است. کسی که این حاکم هایی که دموکراتی حکم میکند همین رو کافر گوید ولی الامر این مدخل میگه که این خوارج است، تکفیری است و سگ جهنمی است. کسی که یک مشرک رو تکفیر عین بیتد این خوارج و تکفیری و سگ جهنمی است. و بعد از این البته چی خیلی که رافضه و صوفی ها به خودش حجت می آورد، اینها هم حجت می برد. برای اینکه کسی که از قرآن و سنت حجت نبیارد او یک باره همه میفهمد که یک باطل است. مدخلی ها از آیت قرآن هیچ چیزی در مسئله عذر دادن با جهل آوردن نمی توانند، برای اینکه میدونند که قرآن 32 دندان اونها را میریزاند. قرآن از اولش تا آخرش وقتی که نظر میکنه دلالت به توحید میکند و تکفیر مشرک میکند. ما حالا میبریم ان شاء الله در صحبت هم آینده آیسته که قرآن تکفیر میکنه جاهل ها را. و بعد از این اینها چیکار کردند؟ وقتی که قرآن دیدن که قرآن هیچ برای مدخلی ها فایده نمیدهد و قرآن در مسئله عذر بالجهل فقط ضد مدخلی است، اینها گفتند که قرآن این مسئله تکفیری که به مشرکان در قرآن اومده است، برای اون که در قرآن آیات زیاد است که الله آشکار واضح مشرکان را تکفیر میکند، مشرکای جاهل را تکفیر میکند و با آشکار خود الله میگه که اینها جاهلند لیکن مشرک کافرند. مدخلی ها چیکار کنند؟ مدخلی ها از قرآن شکست خوردند، از قرآن رنجیدند و مجبور گفتند که این قرآن به امروزه مسلمان ها دخل ندارد. این قرآن به مسلمان هایی که لا اله الا الله میگن دخل ندارد. این قرآن فقط به مشرکین دخل دارد، مشرکینی که در غیر دین اسلام باشند. برای اینکه پیامبر میگن فقط مشرکو و تکفیر میگفتند. اما یک کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، ما باید هیچ وقت در حالت شرک اکبر به کفر اکبر کردنش یا به حکم غیر الله حکم کردن یا قانون برآوردن کفر اکبر شرک اکبرش ما باید تکفیر نمیکنیم و میگیم که ای برادر اول حجت میرسونیم. این مدخلی ها خیلی که خود شما دیدید، این مدخلی های توجیه غلو کردند و حتی یکی از اینها محمد شریفی جهمی گفت اتئیست این برادر است، این جاهل است، این اول حجت رسونده بعد تکفیر میکنیم. یعنی این مسئله از حد گذشت، یعنی از حد گذشت. اینو خودشون به کفر واقع شدن به این سخنشون. انا کنون به خودشون دلیل از قرآن آورده نتوانستند و برای این که قرآن سخنهای قرآن مذهب مدخلی را نابود نکند، شکسته نکند و مردم عادی از قرآن ضد مدخلی ها صحبت نکنند، مدخلی ها مردم عامه را فریب داده میگن که قرآن تکفیری که در قرآن در مسئله مشرکین اومده است این به کفار اصلی، یعنی کافرهایی که در دین اسلام نیست، یهود، نصارا، بودیسم، مشرک همونو داخل میکند، مجوس. اما کسایی که لا اله الا الله گفتند و به اسلام در آمدند و بعد از این شرک را انجام میدهند به اینها دخل ندارد گفتند. البته ما به این شبهه جواب دادیم و گفتیم که این نامعقول کرده اید و این سخنتون کفر عظیم است. شیخ ابو بطین و عبدالرحمن ابن بارک الله فیکم حسن علامه اهل سنت و الجماعت میگن که این سخن کفر عظیم است و نفاق بزرگ است و این چنین انسان ها منافقند و کفر عظیم وقتی که این سخن میگن گرفتار شدند و با این سخنشون میخواهند که قرآن بیکار بکنند، زیرا که یگان نفر از علمای سلف این امت و علمای متقدمین اهل سنت و جماعت این سخن را نگفته است و کسی گفته باشند هم سخنش به خودش مردود رد است، بلکه هر آیتی که در ضد مشرکین آمد و عمل اونها را بیان کرد و عمل اونها را شرک گفت و اونها را تکفیر کرد، امروز هم کسی انجام دهد خودش را به اسلام نسبت میدهد یا نمیدهد همین حکم به سری وی جاری می شود. کسی که لا اله الا الله گفت، نماز خواند، روزه دارد و عمل مشرکین کند چخیر
سجده به غیر الله، ذبح به غیر الله، شفاعت از غیر الله کند، بین خود و بین الله واسطه گیرد، این مشرک کافر و مشرک است. به حکم الله، به حکم غیر الله حکم کند، حکم الله را عوض بکند، تبدیل بکند، قانون برآورد، خودش مکان الله ببیند، حلال الله حرام، حرامش را حلال بگیرد، مرتد است، شک نیست. و هر کسی که در بالای اینها شک میکند، دیده و دانسته، خودش مرتد است، مشرک است. این است منهج اهل سنت و الجماعت. و البته اینها دیدید در مسئله قرآن فقط همین شبهه را آوردند و از قرآن خلاص شدند، گریختند و بالای سنت آمدند. سنت کوفتند که آیا یگان حدیثی هست که ما را دست فایده دهد که ما یک کار کنیم مشرکای دفاع کنیم، یک علاج کنیم این برادرهایمون، این مشرکا برادرهایشون هستین، یک اسلام به داخل کنیم بگشته. و یک چند حدیث ها رو یافتند که با همین حدیث می توانند که گویا مردم فریب بدهند. یکم حدیث ذات و انوات، حدیثی که ما به شما بیان کردیم و از یک چند وجه دلیل رو از قولای سلف این امت تا علمای حاضر آوردیم که این حدیث ذات و انوات، یعنی صحابگان نو به اسلام داخل شده که از پیامبر طلبی یک درختی رو کردند، هیچ دلالت به عذر بالجهل نمیکند، بلکه فعل این صحابگان نزدیکی به کفر اکبر و شرک اکبر نبود. اگر شما سخت‌ترین سخنی که بگوید میگه که شرکشون شرک اصغر بود، این عملشون شرک اصغر بود. و اما قول دیگر اینه که هیچ کاری نکردند. بله، کفر اکبر و شرک اکبر رو صحابان انجام ندادند و پیامبر به اونها عذر بالجهل هم ندادند. و ما در این مسئله سخنی زیاده رو گفتیم. برادران و خواهران عزیز حتما باید از کانال های ما در یوتیوب و در تلگرام پیدا کنید، گوش کنید. شرح حدیث ذات و انوات این حدیث هیچ دلالت به عذر بالجهل نمیکند. این یک شبهه همون زمان قدیمه جهمی های غلات و امروزه این چنین صوفی های قبوری و حزبی ها و این چنین امروز این شبهه مدخلی ها هست که میخوان منهج اهل سنت رو باطل بکنند و مشرک ها رو دفاع کنند با همین حدیث. و به خاطر مشرکان رو دفاع کردن میگن که یک چند صد یا که یک چند هزار صحابگان جاهل بودند، توحید رو نفهمیدند، پیامبر توحید رو به اونها نفهمانیدند، اونها از سبب جاهلی شرک اکبر رو کردن. یعنی ببینید، هم صحابه ها رو مشرکی شرک اکبر به واقع شده میگن و هم طعنه به پیامبر صلی الله علیه و آله میزنن که پیامبر به صحابگان شرک کفر رو تعلیم ندادن، از همین جهت رو نفهمیده شرک اکبر رو انجام دادن. در پیش پیامبر صلی الله علیه و آله، در پهلوی پیامبر گویا اونها شرک اکبر رو انجام دادن و باز پیامبر به اونها عذر دادن. البته این طعنه هم به دین، هم به صحابگان و هم به رسول الله هست و بینات خوب دقت بدید. و ما به این جواب دادیم. شبهه دوم اینها از حدیثی مردی که وصیت کرد به فرزندانش که بعد از مرگ مرا سوزانید و این حدیث رو میارند و این طرف اون طرف میزنند و میگن که این مرد به کفر اکبر و شرک اکبر بگویم یا کفر اکبر واقع شده بود، اما بعد از مرگش الله به سبب اینکه جاهل بود بخشید و جهل عذر است و همین حدیث دلیل است. میگن ما میگیم نامعقول کرده جهلا خبثا، بلکه در زیر این حدیث 7 قول است از قول سلف تا متقدمین. یگان نفر نگفتن که در اینجا این آدم کفر اکبر و شرک اکبر رو کرد و جهل عذر شد. همشون میگن که کفر اکبر و شرک اکبر نکرد و جهل هم عذر نیست در این مسئله، بلکه این آدم سخت‌ترین کاری که کرد جزئی از جزئی، بگیم یک صفت الله رو که قدرت است، هم صفت قدرت رو انکار کرد، اما قدرت الله رو بالکل انکار نکرد، بلکه ایمان داشت که اگر نسوزونن بگشته الله زنده میکند و غیره. ما به این مسئله 7 قول رو ذکر کردیم، 7 مذهب رو و مذهب سلف امت رو ذکر کردیم که این انسان قول راجح همین است که از سبب سخت ترسیدن سخنی گفت که خودش نفهمیده بود. و این اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیه، محمد بن عبد الوهاب و عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب و علمای اهل سنت و جماعت است. درباره حدیث انا همیق شبهه دارند و ما جواب دادیم، این شبهاتشون جواب دادیم. و بعد از این دیدید که در قرآن هیچ چیز پیدا نکردند و قرآن شبهه کردن، جواب دادیم. از حدیث 2-3 شبهه آوردن، انا جواب دادیم. ما در یوتیوب این جواب ها من وجود دارد، 1 ساعت زیادتر، 40 دقیقه تا 1 ساعت. و اینچنین سوم حدیث گویا دلیل میبرند، حدیث معاذ رو میبرند، گویا که معاذ رضی الله عنه شام رفتند و گشته آمدند و به پیامبر صلی الله علیه و آله سجده کردند کفر اکبر است و پیامبر صلی الله علیه و آله معاذ را تکفیر نکردند و معاذ را عذر دادند به جهل و جهل میگه عذر است. ما میگیم که بار دیگر نامعقول کردید. حدیث معاذ ابن جبل این حدیث ضعیف است. نظر بکنید به علما که سندین حدیث رو چگونه ضعیف میکنند. حدیث ضعیف حجت نمیشود در دین اهل سنت و جماعت، اما در دین شما خوبسای این طرفدارای مشرکین، دفاع کننده های مشرکین و طاغوتون حجت است. همه علما حجت نیست میگن. یک مسئله که مسئله بزرگ است، مشرک مسلمان گفتن هیچ گاه
حدیث ضعیف حجت نمیشه. این سخنتون نامعقول است و ما در این مسئله برادران عزیز و خواهران بزرگوارم به شبهه اینها جواب دادیم. در کانال ما در تلگرام و در اینستاگرام و در یوتیوب وجود دارد. بارک الله فیکم، پیدا کنید و این سه شبهه قوی ترین اونها رو گوش بکنید. از همه شبهه قویشون ذات انواط است که وقتی که میفهمید به همون تمام مذهب این جهمی ها ریشش و اصلش و تمامی اساسش نابود میشه و ریزو چوش میشه. حدیث معاذ بن جبل، حدیث ذات انواط، حدیث مردی که خودش از بنی اسرائیل به فرزنداش سوزانید گفت و ما به این شبهه جواب دادیم. تمام دیگر دلیل دارند در مسئله عذر بالجهل؟ دلیل دارند؟ ندارند. خار و ذلیلند. از قرآن دلیل ندارند، از سنت دلیلشون جواب دادیم که این همه شبهه است و این حدیث ها یگون دلالت نمیکنند به شرک اکبر و کفر اکبر و عذر بالجهل به دلالت نمیکند و در مسئله حدیث معاذ بن جبل ضعیف است، قبول نیست. و مسئله میگم در مسئله حکم، کسی که حکم بغیر حکم الله کند، حدیثی که رو آوردند روایت اثر از ابن عباس رو آوردند. اثر ابن عباس روایتش ضعیف است. هشامی که در همین روایت است ضعیف است. اگر ما حدیث ابن عباس رو صحیح بگوییم هم این در مسئله ترک کردن حکم الله در یک قضاوت یا دو قضاوت میکند. و من لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، سوره مائده آیه 44. بارک الله فیکم. این آیت دلالت به کفر ترک حکم الله میکند. اگر یک حاکم موحد، یک حاکمی که 100% به حکم الله رسول حکم میکند، در یک قضاوت دو قضاوت حکم الله را ترک کند و به دیگر قانون عوض نکند و حکم الله را تبدیل ندهد و فقط ترک کند به خاطر شهوت شهرت، این وقت به همین دلالت میکرد به ترک حکم که این کفر است و این کفر دون الکفر است. ما یک پادشاهی که به حکم الله و رسول حکم میکند، دولتش دولت اسلامی است و مسلمان است، اگر یک تا حکم الله ترک کند، یک دو حکم الله ترک کند، تکفیرش نمیکنه، میگیم کفر دون الکفر است. اما حکم الله گرد و پرت دون این حکم نمیشد. انا این حکم که ما حکم میکنیم گوید که دره نمیزنیم، دره این سختگیری است، رج نمیکنیم، رجگیری این ظلم است، دست نمیبریم، دست بریم بدبختی است. گوید ما میگیم این مرتد است. یک حکم اگر دیگر کنه مرتد است. برای اینکه فقط برادران و خواهران عزیزم در مسئله مشرک بودن حکمی که به غیر حکم الله حکم میکند و مبدل است، تبدیل میدهد و این کار میکند و حلال و حرام میکند، یک آیت فقط سوره مائده 44 46 و 47 نیست. این آیات ها در مسئله ترک است. در مسئله مشرک نظر بکنید. الله در سوره کهف میگه ولا یشرک فی حکم احد، در حکم الله کسی را شریک قرار ندهید. پس مسئله حکم داخل میشد به مسئله شرک و توحید. کسی که حکم بغیر حکم الله کرد مشرک است. کسی که حکم به حکم الله کرد و موحد است، البته در دین الله سبحانه و تعالی باقی میماند. این مسئله بود. ما به این شبهات جواب دادیم و باقی میماند مسئله علما. یعنی ما به قرآن دلیل نآوردند و شبهه‌ای که در بالای قرآن کردن جواب دادیم و این سه حدیثی که آوردند در مسئله عذر بالجهل جواب دادیم و شبهه‌ای که از روایت ابن عباس آوردند این روایت ضعیف رو بیان کردیم که در مسئله حکم‌های مرتد، دفاع حکم‌های مرتد اینها آورد و بیان کردیم تمام اختلافاتش رو و در این مسئله حلقه‌های درسی و صحبت‌ها بی‌نظیر است. فقط از شما خواهش می‌کنیم مرحمت گوش بکنید، بیاموزید. با یک کلمه دو کلمه گپ این گپ‌ها، این سخن‌ها به پایان نمی‌رسد. اگر دین برای شما مهم باشد، مرحمت، همه این ثبت‌ها در تلگرام و در یوتیوب وجود دارد. اما در مسئله بارک الله فیکم سخن‌های علما، اینها گذاشتن به سخن‌های علما. بعد از قرآن سنت سخن‌های علما حجت آورد این مدخلی و جهمی زندیق تاجیک این سخن امام شافعی را، امام ابن قدامه، امام نووی، امام شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام ابن القیم الجوزی، امام محمد بن عبدالوهاب و یکی از علمای معاصر عبدالمحسن عباد رحمهم الله. و از سخنهای اونها سخن کرد و گفت که گویا همه این علما عذر بالجهل میداده باشند و بعد از این سخنهای اونها رو خوند. والله ما به همه این سخنها جواب دادیم. درآید نظر بکنید و گفتگو بکنید که این مدخلی و جهمی های زندیق تاجیک هم سخن امام شافعی، ابن قدامه، نووی و غیر همه سخنهاشون رو بریدند. اولش رو خوندند، آخرش رو خوندند، بینش رو نخوندند یا آخر رو فقط خوندند. چرا؟ برای اون که سخنهای این علما همه اش در مسائل خفی دلالت میکند و در دوم در مسائل فروع این مسائل خفی است. اسلام ما به دو قسم تقسیم میشد: مسائل ظاهر
مسائلی که هیچ وقت جهل عذر نمی شود، خطا کردم، نفهمیدم عذر نمی شود. این مسئله مسئله توحید است و مسئله ایمان به الله و مسئله شرک است. کسی که توحید نفهمید، شرک به واقع شد، عذر ندارد غیر از ذکر. اما مسئله دیگر این مسئله چی است؟ مسئله فروعات دین، فروع، مسئله غسل، مسئله وضو، مسئله نماز، مسئله روزه. در این مسائل فروع انسان ها به دو قسم تقسیم می شوند. در مسائل فروع، در مسائل اصل شرک و توحید نبود، در دوم قسم دین، در مسائل خفی. در مسائل خفی انسان ها به دو قسم تقسیم میشن. انسان هایی که در بین مسلمان ها زندگی میکنند، دیده و دانسته در بین مسلمان ها زندگی کرده، اگر یک حکم الله را انکار کند، حجاب از ما نیست گوید، ریش از ما نیست گوید، غسل از ما نیست گوید، انکار کند، این مرتد کفر است. سخن امام شافعی همین سخن میکند. اما اگر یک انسان جاهل بماند، یعنی به سبب چی؟ یا در بادیه باشد، یا در بین کفار نشأت یافته بزرگ شدگی باشد، یا که نو به اسلام داخل شده باشد، در همین سه حالت از سبب نفهمیدن یگان این فروعات دین، مسائل خفی رو نفهمیده نیست گفته ماند، این کار کرده ماند، برای اینکه حالی نفهمید، قرآن و سنت به وی نرسید در این مسئله، این انسان میگیم که کافر نمی شود، برای اینکه این حالی نفهمید. اگر غسل جنابت گفت که غسل از ما نیست گفت، یا که یک صفت الله این کار کند که نه این صفت نیست گفت و نو اسلام در اومده است، یا که در بین کفار زندگی کرده است، دیگر هیچ در بین مسلمان ها نیست، نمیفهمد، یا که در یک بودیه هست. امام شافعی، ابن قدامه، نووی، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و غیر سخنشون به همین دلالت میکنند و این آدم ما عذر بالجهل میدیم. اما همه این علما 100% گشته و برگشته 10 بار و 20 بار تکرار کرده اند که کسی که به شرک اکبر واقع می شود مشرک است و شرک اکبر به توحید در یک جا جمع نمی شود. توحید و شرک اکبر در یک جا جمع نمی شود. ایمان و کفر اکبر در یک جا جمع نمی شود. پس این مدخلی ها نه از قرآن، نه از سنت، نه از قول علما هیچ دلیلی ندارند. سخنهای علما رو فقط میبرند و بازی میکنند. یگانه دلیل آشکار و واضحشون که به نهایت مینازند این همین سخنهای علمای مدخلی خودشون است. یگانه کسایی که آشکار مشرک گفته نمی شود، هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو واقع می شود این مسلمان است میگوید، اینها انمی مدخلی است، علمای مدخلی هاشون است. از پیش گذشته ها داوود ابن جرجیس نقشبندی است، عراقی که با نبیره های محمد ابن عبدالوهاب در همین مسئله مخالفت کرد. و یا علماهای اشعریه میبرند که اشعری های مشرک رو مشرک نمیگن، یا که ماتریدیه میبرند، یا که میروند جهم ابن صفوان میبرند، یا که جاحظ میبرند، یا که بشر المریسی میبرند. مقدمه علماشون یا که از همین ها سخن میکنند، یا که از اینها سخن میکنند. وقتی که از اینها سخن کردن اینها شرمنده و شرمسار میشن، تکفیر میشن، برای اینکه سلفین اومد همین علما رو که از موضوع کردیم، این جعد ابن درهم، جهم ابن صفوان، جاحظ، بشر المصری تکفیر کرده است. اینها معتزله های جهمی است. اولین کسایی که مشرک رو مسلمان گفتن همین است. لیکن مدخل شرم می‌دارد اینو گفتم، با از همین جهت سخن‌های علما اهل سنت میبرد، خودش به اهل سنت نسبت میده که باز شرمنده میشد برای اینکه سخت کوریش معلوم میشد. انکنون فهمیدید که مدخلی ها یک ذره دلیل در این مسئله نداشته است و ما داریم و اولین دلیل ما حاضر مختصرا بیان میکنیم و بعد از این صحبت دوم با دوام میدیم. انکنون دلیل های ما بیان میکنیم و استوسته قول سلف بیان. اولین حجت ما این اجماع سلف است، برای اینکه اجماع این قوی ترین دلیل است در نزد اهل سنت و جماعت، در نزد مدخلیان است. علم اصول اینو نمیفهمند. ما میگیم اجماع ما داریم، اجماع سلف که همهشون اجماع میکردن که شرک و توحید در یک جا جمع نمیشود. این از اصول سلفی آشکار است. این اصول است، اصول سلفی است. یک اصولی که این اصول منهج سلفی این امت است. از اصول سلفی ما قاعده رو بیان میکنیم که مبنی بر دلیل های شرعی است در ضوء قاعده های اصولی. این سخن ما را هر کس نمیفهمه، لیکن دقت بدید میفهمید. ما به شما قاعده رو بیان میکنیم، یک قاعده اصولی
که این قاعده از اصول سلف است که مبنی بر دلیل های شرعی است. البته باید نگفته نماند که این قاعده رو اشعری، ماتریدی، قبوری، حزبی و مدخلی ها قبول ندارند، در اون که در نزد اینها قاعده هایی که از زیر قرآن و سنت میبراید اینها قبول نمیکنند. ما قواعد کبرا داریم، قواعد صغرا داریم و غیره و غیره، قواعد در عقیده، قواعد در علم فقه و قواعد در اصول تفسیر و غیره. من حالا باشد به شما یک قاعده اصولی سلفی را در بابی ان همون توحید و شرک صحبت میکنم و بیان میکنم. ببینید قاعده چی است. الاسلام و الشرك لا يجتمعان في محل، كذلك الكفر والإيمان المعتبر لا يجتمعان في شخص. اسلام و شرک اکبر در یک انسان، در یک محل، در یک جا هیچ وقت جمع نمی شود و این چنین کفر اکبر و ایمان صحیح معتبر هیچگاه در یک شخص معین جمع نمی شود. این سخن سلف تمام این امت است. این یک اصل هست که هیچ نزاع در بالای این اصل نیست. اما این تعبیرهایی که امروز عذر بالجهل است، تعویل است، این البته که در مسائل خفی است، نه در این مسائل کفر شرک، کفر اکبر و شرک اکبر. بارک الله فیکم. بار دیگر میگیم که این قاعده گفتمون این یک اصل است، این اصل سلفی هست و به این علمای بسیار گفتند که حقیقت اسلام صحیح هیچگاه به حقیقت شرک، یعنی شرک اکبر، اسلام صحیح و شرک اکبر در یک جا جمع نمی شود و حقیقت کفر اکبر با ایمان معتبر صحیح در یک جا جمع نمی شود. کفر اکبر اومد ایمان نابود می شود، ایمان صحیح اومد کفر اکبر نابود شود. توحید صحیح اومد باید شرک نباشد، وقتی که شرک اومد توحید نیست. هر دوش در یک جا جمع نمی شود. خیلی که ما سخنهای علما رو بیان کردیم و باز بیان میکنیم و حالا ما به شما بعضی از علمای امت رو در این اصل سلفی بیان میکنیم. اولا سخن محمد ادریس شافعی رحمه الله را نظر کنید به مختصر المزی مجله 8 صفحه 275 تا 389 خوانید ببینید، یا که در کتاب الحاوی الکبیر مجله 9 مجله 15 اینچنین التفسیر فی معالم الدین صفحه 171 و 172 و غیره. در اینجا محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله میگن، همون محمد ابن ادریس شافعی که مدخلی و سخنش رو بریدند رحمه الله و گفتند که گویا ما تکفیر کرده باشیم. سبحانك هذا بهتان عظیم، این بهتان بزرگ است در حق ما رحمه الله میگیم. امام ما محمد ابن ادریس شافعی، امام اهل سنت و الجماعه، این سلفی این امت است. میگن که ان الاسلام لا یشرکه الشرك والشرك یشرکه الشرك، الایمان لا یشرکه الشرك والشرك یشرکه الشرك. یعنی البته همانو که اسلام دین است که شرک به این شریک نمی شود. یعنی وقتی که اسلام صحیح آمد شرک اکبر آمده به اسلام صحیح در یک جا جمع نمی شود. اما شرک این همان چیزی است که شرک دیگر به این شرک آمده در یک جا جمع شد. بله یک انسان یک شرک رو کرد با 10 شرک 20 شرک دیگر رو کند هم در یک جا جمع شد. در یک انسان 20 شرک جمع شدنش ممکن است، اما در یک انسان اسلام و شرک اکبر جمع شدنش ناممکن است. میگن ایمان، میگن در دوامش این ایمان صحیح همان ایمان است که لا یشرکه الشرک، شرک اکبر همراه ایمان صحیح در یک جا نمی شود. اما شرک این یک چیزی است که شرک دیگر در یک جا با شرک دیگر جمع می شود. از این سخنی محمد ابن ادریس شافعی آشکار و واضح می فهمید که با اسلام هیچگاه شرک اکبر، اسلام و شرک اکبر در یک جا جمع نمی شود. ایمان و شرک اکبر و کفر اکبر در یک جا جمع نمی شود. این سخنی سلف است و کتاب ها رو نظر بکنید و این چنین نظر بکنید به گفته ابوالحسن الماوردی در شرح کلام شافعی، همین سخن شافعی رو شرح میتند و میگن که یعنی انه قد یجتمع شرکان ولا یجتمع شرک و اسلام.
یعنی سخن امام شافعی همین است که میگند در بعضی حالات در یک انسان دو شرک جمع شدنش ممکن است و جمع می شود، اما در یک انسان شرک اکبر و اسلام جمع نمی شود. وقتی که شرک اکبر به وجود آمد، کفر اکبر به وجود آمد، اسلام انسان نابود می شود. و در موضع دیگر ابوالحسن الماوردی میگویند که و بیانه ان الاسلام و الشرک لا یجتمعان. بیان سخن امام شافعی، معنای سخن امام شافعی همین است که همانو که اسلام و شرک اکبر در یک جا جمع نمی شوند، ایمان و کفر اکبر و شرک اکبر در یک جا جمع نمی شوند. این دومین قول علما است، ابوالحسن الماوردی که در شرح سخن امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی گفتند. یعنی همون قاعده رو ببینید علما شرح داده ایستادند، از هوا و هوس نه. و ما ببینید سخن امام ابن جریر الطبری رو ذکر میکنیم که بعضی از علما ابن جریر الطبری و ابن خزیمه رو الزاما به سلف این امت داخل میکنند، زیرا که در عصر اوائل عصر 4 نیمه اول وفات کردند و اکثر حیاتشون در عصر 3 گذشته است، یعنی قرن سوم. ابن جریر الطبری از اصحاب حدیث، از یک چند علمای اصحاب حدیث روایت میکنند و میگویند که انهم قالوا، اصحاب حدیث میگفتند که و کان محالا اجتماع الكفر والایمان فی جسم واحد، و محال است جمع شدن و اجتماع کردن کفر اکبر و ایمان در یک جسم یگانه. یعنی در یک جسم این چیزها جمع نمی شود. شما نظر بکنید به سخن امام ابن جریر الطبری در کتاب التبصیر. بارك الله فيكم. پس التبصیر فی معالم الدین صفحه 172 این سخن ابن جریر الطبری است که اصحاب حدیث سلف میگفتند که ناممکن است که در یک انسان هم شرک اکبر باشد و هم ایمان صحیح باشد، نابود می شود. این نادرست است، ناممکن است. و امام مسلمة ابن القاسم القرطبي رحمه الله میگن که فمن قول أئمة العلماء الذين به يقولون ومن السنة التي إياها يعتقدون وبها يتمسكون الأخذ بما أمره الله به من فرائضه والانتهاء عما نهى عنه من محارمه دوام شميران، والإيمان نية وقول وعمل موافقة السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل ويخرج بالكفر. ببینید ایمان میگند، اول میگند که این اعتقاد همه علمای سلف است، علمایی که میدونستند و میفهمیدند و به همین چنگ میزدند و بیان میکردند و اعتقاد میکردند. میگفتند که ایمان نیت است و قول است و عمل است و موافقت کردن به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است. زیاد و کم میشود، زیاد میشود به طاعت، کم میشود به معصیت، و قوی میشود ایمان با علم و ضعیف میشود ایمان با جهل، و انسان از ایمان بیرون میشود با کفر اکبر. یعنی وقتی که انسان به کفر اکبر واقع شد از اسلام بیرون میشود، زیرا که کفر اکبر و شرک اکبر وقتی که اومد در اسلام انسان باقی نمیماند. و سخن دیگری علما رو ذکر میکنیم، باز همین سخنی بگیم قرطبی رو اگر ذکر بکنیم. و تمام هذا ان الانسان قد يكون في شعبة من شعب الايمان وشعبة من شعب النفاق وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الاسلام بالكلية كما قال الصحابة عن ابن عباس وغير كفر دون الكفر، وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه احمد وغيره. یعنی در بعض حالات ها انسان هم شعبه از شعبه ایمان دارد و هم شعبه از شعبه نفاق دارد، و در بعض حالات انسان مسلمان است و اینچنین کفر دارد و کفرش کفری است که انسان رو از اسلام خارج نمیکند. یعنی معنای سخن این است که کفر دو خیل است، انسان رو خارج از اسلام میکند و انسان رو خارج از اسلام نمیکند. کفر اصغر است که انسان اگر واقع شد خارج از اسلام نمیشد، و کفر اکبر است که انسان وقتی که واقع شد یک اکبر خارج از اسلام میشد. و این سخن عامه سلف است و همین است که امام احمد به همین نص کردند، یعنی نص دارند و دلیل دارند. امام ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن که الکفر والایمان کل منها یبطل الاخر و یذهبه، یبطل الاخر و یذهبه.
کفر و ایمان هر یکی این یکی دیگرش رو باطل میکند و نابودش میکند. ایمان صحیح وقتی که اومد کفر باید نابود شود. وقتی که کفر اکبر اومد و شرک اکبر اومد وقت اسلام و ایمان نابود میشود. یعنی ایمان و اسلام در یک جا جمع نمیشود. در جای دیگر میگن فالکفر و الایمان متقابلان. کفر و ایمان این متقابل است، رو به روی همدیگر میستد، ضدیت به همدیگر دارد. اذا زال احدهما خلف الاخر، یکش برود دیگرش میبود، هر دوش در یک جا جمع نمیشود. و سخن عبدالرحمن ابن محمد ابن الحسن علامه اهل سنت رو ذکر کردیم که میگویند الكفر بگم التوحید و الشرك والكفر والایمان نقیضان لا یجتمعان. توحید و شرک، ایمان و کفر، این چیزها به هم دیگر نقیض است، ضد است که در یک جا جمع نمیشود. با یک انسان دیدید که یک انسان به کفر اکبر و شرک اکبر واقع شد، توحیدش و اسلامش نابود شد. خلاصه سخن چی است؟ ایمان معتبر صحیح در نزد اهل سنت و جماعت، ایمان معتبر صحیح هیچگاه به کفر اکبر در یک جا جمع نمیشود. این مذهبی سلف این امت است. زمانی که یکی از اینها ثابت شد دیگرش نابود می شود. وقتی که ایمان صحیح ثابت شد پس کفر اکبر او ندارد. وقتی که کفر اکبر ثابت شد پس این ایمان ندارد. و این چنین شرک و توحید، یا بگیم توحید و شرک، اینا متقابل است، نقیضین است، به هم دیگر ضد است که هیچگاه در یک حالت به هم دیگر جمع نمی شود و در یک حالت هرش برداشته نمی شود. و هر کسی بگوید که انجام دهنده کفر اکبر و شرک اکبر در بعضی حالت مسلمان شدنش ممکن است، یا که مسلمان است در غیر اکراه، یعنی اکراه کتی ما معروف است که عذر میتیم، لیکن غیر اکراه نداشته به اختیار خودش انجام دهد هم شرک اکبر و کفر اکبر رو انجام داد، این مسلمان است میگوید، به سبب جهل عذر میتید، حکم به یا که به تعویل میتید. این انسان گمراه است، ضال و مضل است. این انسانی که عذر میتید گمراه است و خودش به شرک واقع شده است. و سلف این اومد این انسان براءت کردند و بری هستند. و با همین سخن خود را به پایان میرسونیم، بین طولانی شد و به شما بیان کردیم که اجماع سلف این امت است که توحید و شرک و ایمان و کفر اکبر، شرک اکبر در یک جا جمع نمیشود. و هر کسی که عذر بالجهل میدهد و میگوید که عذر بالجهل میتیم و شرک و کفر در یک جا جمع میشود، بگم شرک اکبر و کفر اکبر با توحید و اسلام در یک جا جمع میشود، این مخالف سلف این امت است. و سلف این امت از این انسان براءت خود را اعلان کردند. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.